Ladies and gentlemen, let's welcome the teams Uzbekistan and Tajikistan. Ladies and gentlemen, please stand if you are able to for the national anthem of Uzbekistan. And now, the national anthem of Tajikistan. السلام علیکم دوستان ارجمند مخلصان و هواداران فوتبال. با توجه شما بازی منتخب زنانه تو 17 ساله تاجیکستان و ازبکستان منظور می‌گردد این رقابت در مسابقه کافا یو 17 یعنی در مسابقه اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی برگزار می‌شود و علاقه مسابقه دوم است که در کشور ما یعنی در تاجیکستان بین بانوان زیر وسایت کافا برگزار می‌گردد. این زمان به ما و شما داوران این رقابت نشان داده می‌شوند. در بازی دور نوبتی دور یکم، این اکنون بازی دور دوم هستند. اونجا نتیجه گوناگون را دسته‌ها نشان دادند. اینجا هیئت منتخب ازبکستان پیشتر از همه به ما نشان داده می‌شود، چون که آنها امروز باعث میزبانی رسمی این رقابت هستند. بعداً بازیگران ذخیروی که به میدان خواهند آمد در رفت رقابت امروز و البته همچنین هیئت خوب هیئتی که در رقابت با منتخب
خب ایران هم بازی کرد. اینجا هیئت منتخب تاجیکستان دوستان ارجمند در تصویر ما شما قرار داشت و بعدا هیئت ذخیروی زیر رهبری فرود خولبکوف بازیگران ما یعنی 17 ساله ما هنرنمایی میکنند و تلاش خواهند کرد تا بهترین بازی را نشان بدهند و تلاش بورزند برای نتیجه رو بهتر کردن، چون الکی یک بازی برای خوبان فوتبال ما بود در این مسابقه که الکی با نتیجه ناقدر خوب به انجام رسید و باختیم در رقابت از منتخبی خوب قرقیزستان و منتخب ازبکستان باشد توانست پیروزی خود را به دست آورد. آنها ایران را با حساب 1-0 مغلوب نمودند و همین طریق اکنون بازی دوم برای دسته ما اکنون می باشد. استورا ویکتوریا این سرمربی دسته 17 ساله کشور ازبکستان می باشد که در روی اکران ما شما قرار گرفت و اکنون صحبت های آخرین، توصیه های آخرین پیش از آغاز شدن رقابت تو البته این دم مربیان سخن میکردند، شاید نفران دیگر داخلدار صحبت میکردند با بازیگران، ولی هنگامی که فوتبالبازان به میدان وارد میشوند تنها آنها هستند و تنها مهارت آنها. فرود خولبکوف سرمربی منتخب 17 ساله کشور ما می باشد و اکنون تا همین دم او دسته را آماده کرد برای رقابت های بهتر برای این مسابقه و باز چندین مسابقه های دیگری که البته دایر خواهند شد بین بانوان هم در کشور ما و چون البته کاف یکی از سازمان های بهترین فوتبالی آسیا است، یکی از اسوسیاسیون های بهترین منطقوی و شمار می رود. مسابقه های گوناگون اینجا برگزار می شوند چی بین بانوان و البته باز معلوم است که بین مردان هم در سن و سال گوناگون مسابقه حتما دایر خواهند شد در کشور ما و در خصوص در پایتخت در شهر دوشنبه که وقت‌های اخیر البته به مکان برگزاری مسابقه های بسیار هم خوب تبدیل یافته است. بازی آغاز شد دوستان ارجمند و بیاید اکنون من شما را با هیئت دسته آشناس بنمایم. 17 ساله کشور ازبکستان چون این هیئت دارند، چون آنها میزبان رسمی در بازی امروز هستند. سر اول هیئت آنها را خواهیم گفت. ماریا خلکولووا دروازه‌بان دسته مذکور، مهرانگیز حمیدووا کاپیتان دسته رقم 7، دروازه‌بان رقم 1 است. رقم 2 سنوبر شویمووا، رقم 4 مبینا بختیورووا، تحت رقم 5 ماریا دخونووا بازی میکند. رقم 6 کامیلا خوشاتووا، 9 یادگارخان یوسوپووا، 10 نرگیزه محمدعلیوا، رقم 15 چاروس یولداشوا، تحت رقم 17 موینا اکبرова بازی میکند و رقم 20 شهریزاده خیراللهیوا. و بعدا باز چندین نفران دیگری که در هیئت ذخیروی قرار دارند اونها رو با شما در رفت بازی وابسته به رفت بازی و جریان آن خواهیم گفت. هیئت منتخب تاجیکستان برای بازی امروز چنین از دوستان عزیز فرانوز خالدور و دروازه‌بان و کاپیتان منتخب 17 ساله ما و رقم 16 دارد. رقم 3 ریحانه شامرودووا، تحت رقم 8 امینه حسینووا بازی میکند. رقم 10 شهزاده جورایووا، رقم 11 نوزیه عبدالغفورووا، تحت رقم 12 بازی میکند ملاحت داداماتووا، رقم 13 نوزیه اوزوقووا، تحت رقم 14 مهرنگار میرزایووا بازی میکند. رقم 15 شهزاده اوچیلدیووا، تحت رقم 17 خورشید خان جورایووا بازی میکند و کامیلا رسولووا تحت رقم 19 در میدان است. خوب سرمربی دسته را الکی گفتیم و با فرود جان خولبکوف کمک میرسانند امیدالله شریپوف و زلیخا سفرووا، همچنین منشا سعودت سایروف هم در استودیو است و باز نفران رسمی منتخب 17 ساله کشورمون غربی وردانیان. خب صحبت شایمانووا و قربانگل قربانووا نفران رسمی در هیئت منتخب ازبکستان غیر از ویکتوریا سیروتاکی سرمربی منتخب مذکور است، باز سعیده گلیمووا، سابرینا اوسکانووا، گلشن شودیووا، شهرزاده بوریووا، فیروزه پرپیووا، اولگا حخارووا و دورونبек قدرتاللهیف می باشند.
و داوران رقابت امروزه را هم با شما شناس میکنم دوستان عزیز. از کشور قرقیزستان این بازی را حکمی میکند ملکه کدیارова با او از یک کنار هموطنش галихара мирзалиева кӯмак мерасонад ва аз канори дигар аз дувар аз кишвари эрон аст райҳон широзӣ ва дувари эҳтиётӣ дар ин рақобат фотима носирӣ аст ӯ ҳам аз кишвари эрон мебошад. ин ҳамаён нафарони расмӣ вобаста ба рақобати мазкур. дар барномаи бозиҳои имрӯза ин аллакай бозии دوم است دوستان ارجمند. یک بازی پیش از این سپاری گردید که در آن منتخب ایران بر مقابل منتخب زنانه 17 ساله کشور قرقیزستان بازی کردند و بازی با نتیجه 2-0 به نفع فوتبالبازان کشور ایران به انجام رسید. اونجا خطای دغل کرد در دو حالت دو خطای دغل کرد دروازه‌بان منتخب قرقیزستان و این برای 17 ساله کشور ایران امکانات بهترین گلزنی فراهم آورد که آنها هم البته توانستند این امکانات خود را استفاده ببرند. پرتاب با داخل جریمه گاه امکانیت می‌جوید فوتبالبازان اوزبک برای زدن ضربه. یک نفر فریب داده می شود ضربه و اینجا توپ به تیر دروازه می رسد. ضربه را اجرا کرد یادگارخان یوسوپова ولی اونجا بسیار آسان بازیگر ما را فریب داد یادگارخان. بار دیگر می توانیم متوجه بگردیم. فاول است. بازیگران ازبک از دقیقه اول اینجا یک ضربه به طرف دروازه ما روان می‌گردد. توپ به ستون دروازه اکنون رسید. پیش از این به تیر دروازه رسید. اینجا به ستون دروازه. پس به عقیب توبرابوی در مرکز میدان خیلی خوب به نظر میرسد و میتوانیم به عمل متوجه بگردیم. پس شهزاده اوچیلدیeva این حالت هم به برای جنبه بحث کردید. توسط کنار علاقه به مرکز حرکت کردند بازیگران کشور ازبکستان. یک تلاش خوب داشتند. پرتاب عقیب صنوبر شایمووا پس خود را به خط حمله میرساند. بازم به موقع اوزاد توپ میرسد. اونجا قرار داشت کمیلا خوشاتووا. تلاش از برای ضربه زنی بود ولی بازیگران خط دفاعی ما توانستند وضعیت را برطرف سازند. بعدا یک ضربه توکل کورونه به نشانی و به سراغ به خط هجوم. خب شاید همکاران دیگری ما هم در این باره اشاره کردند و در مسابقه‌های قبلی هم گفته باشیم، اما از فوتبال زنان علل خصوص در چنین سن و سال ما باید بسیار بازی تیز سرعت، بازی پرشدید، بازی سرگل و هجومکار و پرجلو رو انتظار نباشیم. خوب در مورد سرگل شاید بازی سرگل شود، چون اگر یک دسته در خط دفاع مشکل زیادی داشته باشد و دسته دیگر آنقدر قوی هم نباشد اما کمی سطحش بلندتر باشد، در این صورت حتما گل ها زیاد خواهند بود. و بارها البته ما در فوتبال زنانه این چیز را متوجه گردیم، یعنی اینجا خطاها زیاد خواهند بود. شاید پاس‌های درست در مسافه کوتاه رسانیده نشوند. همه این البته یک جزء همین نوع بازی در چنین سن و سال بین بانوان می باشد. یعنی نه همیشه
اون بازی است که ما انتظارش هستیم و این طبیعی می باشد، چون که بعد از تماشای همه آن رقابت‌های گوییم پرشدت در لیگ چمپیون ها و در مسابقه های دیگر سطح اروپایی که بیشتر البته چشم ماز عادت میکند به تماشای این رقابت ها و این چمپیونات ها، بعداً هنگام تماشای رقابت بانوان در سن و سال 17 ساله معلوم است که کاری آسان نیست، ولی معلوم که آهسته آهسته سطح این نوع ورزش بین بانوان بالا می شود، بازیگران خوب پیدا میشن و الکی اگر ما این بازیگرانی که هستند تو 17 سال هستند، معلوم که خیلی جوان سن و سالشون و بود در نظر داشته همین میتوان درک کرد خطاها رو، میتوان پی برد اشتباه ها رو در موقع گیری فوتبال بازان، یعنی همه این می شود. اما الکی اگر ما با فوتبال زنانه در مجموع متوجه شویم، بازیگران خوب سطح منطقوی رو الکی داریم که بیرون از کشور هم بازی میکنند و در چمپیونات های دیگر هستند. این البته همه چیز در اساس قیاس، در اساس مقایسه معلوم می شود و اگر مقایسه کنیم با سالهای قبلی خیلی بهتر. ولی معنا را ندارد که یگان چیز برای پیش رفتن نیست همش خوب است. برعکس البته برای پیش بردن، برای رشد دادن و برای با سطح بلند برداشتن فوتبال زنان کشور کارهای خیلی و خیلی زیادی را به سامان رسانیدن لازم است. پس با خط حمله تو اینجا به کنار رسانیده می شود، از کنار بعدم به مرکز، اینجا خطا در موقع گیری و در پاس دادن میبینیم که مهرانگیز حمید و کاپیتان دسته میخواست همدستای خود را با پاسش پیدا کند ولی موفق نشد. حمله نوبتی بازیگران ما میتوان موقع ضربه زنی را پیدا کرد، موقع خالی است، ضربه کوشش خوب، بازیگران ما حمله بسیار هم خوب را تشکیل کردند و این حمله را تا خاتمه منطقی یعنی تا ضربه رساندند. هرچند ضربه هم آنقدر قوی نبود و به طرف دروازه هم نرفته باشد. پس به مرکز میتوان کوشش نوبتی کرد برای به هجوم گذاشتن در مرکز میدان. تلاش کرد بازیگر ما شهزاده جورایو بود خطا نکنم، ولی توپ در نظارت فوتبالبازان ازبک است. توسط کنار یادگار خان یوسف و وارد جریمه گاه میگردد و در خط دفاع بازی خوب و این وضعیت برطرف کرده می شود و حتی ضربه کنجی هم نیست، چون که اینجا دفاعگری ما توانست در سطح خوب برآمد کند شهزاده اوچیلدی و رقیب را نگذارد تا ضربه خود را به طرف دروازه اجرا نماید. حمله نوبتی ما توسط کنار راست نجوم جریان دارد. ریحانه شاموراد و در کنار مبارزه او این وضعیت برطرف کرده شد. فعالتر می شوند بازیکنان ما و ببینید که در قسمت های گوناگون میدان
онҳо тӯбро мегиранд ва ба ҳамла мегузаранд. Нозия Абдуғафорова як партоф ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо дарвозабони мунтахаби Ӯзбекистон Мария Халкулова мавқеи худро идора мекард. Мубина Бахтиёрова зарбаи ба марказ. марказ инҷо холӣ монд, вале хушбахтона футболбози кишвари Ӯзбекистон ҳам натавонист дурусттар тӯбро қабул намояд. инҷо офсайд. аслан дар ин фурсат агар довар садои хуштакашро баланд намекард мешуд, чунки ба тӯб бозигари мо нарасид умуман ва метавонист бозӣ идома ёбад. яъне тӯб аллакай дар ихтиёри рақиб буд. санобар Шоимова бақӣ пас медиҳад. бозигари мо инҷо Шаҳзода Ҷураева мубориза мебарад барои гирифтани тӯб, прессинг мекунад. ба ӯ ҳамроҳ мешавад Умина Ҳусайнова, ҳамчунин бозигарони дигар ҳам ба прессинг ҳамроҳ шуданд. дар канор Камила Расулова буд аз ҷумла. вале аз ин фишор футболбозони ӯзбек баромаданд. дар марказ муборизаи хуби бозигарони мо. паси Нозия Абдуғафорова дуруст ва дақиқ ба канор мерасад. тавассути канор кӯшишҳои навбати футболбозони мо метавон кӯшиш кард. 4-5 ин ҳуҷум аст. аз мо нафари панҷумам ба ҳуҷум пайваст мешавад. партоф ба дохили ба наздикии ҷаримагоҳ. тӯб аз майдон берун нашуд, аммо офсайд буд. довар ишора мекунад ки бозигари мо Шаҳзода Ҷураева дар ҳолати нобузӣ қарор дошт, ҳангоме ки пас ба тарафи ӯ дода шуд. аввалин маротиба ин мусобиқа яъне байни духтарони то 17 сола соли 2017 баргузор шуд ва дар аввалин чемпионати каф байни бонувони то 17 сола байни духтарони то 17 сола дастаи 17 солаи кишвари Ӯзбекистон қаҳрамониро ба даст овард. он вақт ҳатто то 17 сола на то 15 сола буд. айни замон яъне қаҳрамони феълӣ ҳамин сину сол мунтахаби Эрон мебошад. онҳо 2 маротиба қаҳрамониро ба даст оварданд ва дар маҷмӯъ аз ҳама дастаҳои комёб ва муваффақ дар каф байни бонувон маз мунтахабои Ӯзбекистон ва Эрон мебошанд дар ин сину сол ва дар маҷмӯъ. ҷо зарба ба тарафи дарвоза ҷо мегардад. бозигари мо яъне дарвозабони мо Фараноз Холдорова тӯбро аввалин шуда мегирад.
وضعیت مسکو را برطرف کردن توانستیم. این زمان کلی بازیگران ازبک در نیمه میدان ما قرار دارند، یعنی معنی دارد که باید هرچی بهتر در خط دفاع بازی کنیم و بی خطا بازی کنیم. مبارزه برد صنوبر شایمو و اوت به نفع بازیگران کشور ازبکستان است. اونها این زمان در حمله قرار دارند و هرچی بهتر باید در خط دفاع ما بازی کنیم و هرچی زودتر توپ را جریمه گل بیرون براریم. همین کار هم بازیگران ما میکنند. امکانیت است برای به عکس العمل گذاشتن. پاس خوب با کنار رسانیده می شود ولی در قبول توپ کمی خطا کرد کمیل رسولووا. حمله نوبتی ما پس توسط مرکز نادرست رسانیده شد و اکنون با تو فوتبالبازان ازبک هستند. توسط کنار موهین اکبر و این حالت را برطرف کردیم. به عکس العمل میگذاریم. کمیلا رسولووا در کنار برای گرفتن توپ کوشش کرد ولی پیش دستی کرد اونجا یادگارخون یوسوپووا و بعدا قاعده بازی هم ویران شد. بازیگران ما قسم بیشترشان در نیمه میدان ازبکستان قرار داشتند، یعنی باید پرسینگ میکردند ولی آزادانه فوتبالبازان ازبک این زمان گذاشتند. امکانیت برای بازیگران ازبک پیدا می شود و اینجا کوشش کرد تا فریب بدهد یادگارخون یوسوپووا بازیگران ما را به مقصد خود نرسید. یک ضربه از فاصله دور ولی چون این ضربه ها را دروازه‌بان ما فرهناز خالدارو و حتما برطرف کردن می تواند. ضربه یو
پرتاب نوبتی میرانگیز حمیدوف و به خط هجوم در آنجا یادگارخان یوسفوف مبارزه میبرد، ولی او باز هم در آفساید در حالت نابازی قرار داشته است. در مسابقه مذکور اشتراک می‌ورزند 4 کشور. به سربال متوجه بگردیم به همین هجوم و توانست این وضعیت را برطرف نماید بازیگر ما. این نوزیه اوضاع خوب بود. مسابقه از 4 مارت آغاز گردید. بازی همچنین امروز و بعدا روز 8 مارت دایر خواهند شد. توجه میکنیم بین حمله و در خط دفاع بازیگری ما خورشیدخان جورایو توانست این وضعیت را برطرف سازد. ضربه کنجی رسول به داخل جریمه گاه رسانیده می شود و دروازه‌بان ما اینجا اولین شوت او را میگیرد. می توانیم به اکشن حمله گذاریم. در مسابقه دوره گفتیم نورسان دختران نورس از 4 مملکت شرکت می‌ورزند. منتخب‌های تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان. مسابقه از روی سیستم دوری ادامه دارد. در یک دوره برگزار می شود، یعنی هر یک دسته 3 بازی را می‌گذراند. همه بازی‌ها در همین میدان در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شدند و باقی مانده ها همه در اینجا برگزار می شوند. برای منتخب نورسان دخترانه تا 17 ساله مملکتمان اشتراک کردن در همین مسابقه کاف یک مرحله خوبی آماده شوی است. توجه میکنیم به این هجوم و این وضعیت را باید برطرف سازیم. بله توانست بازیگر ما توپ را برآورد از خط دروازه، ولی میتواند دوسه بردارد خورشیدخان جورایو. میتوانیم بار متوجه بگردیم چگونه سر اول دروازه‌بان ما البته اینجا خوب بازی کرد، این وضعیت را برطرف نمود و بعدا خورشیدخان جورایو و توپ را از نزدیکی خط دروازه زده دور کرد. کمی پایش هم گشت ولی حالتش خوب است، میتواند بازی را ادامه دهد. از جا برخیست. ضربه کنجی خواهد بود. به دروازه‌بان کمک رساند به فرانوس خالدارova. گفتم که برای منتخب ما، برای منتخب نورسان تا 17 ساله، منتخب دخترانه البته نورسان تا 17 ساله، این یک مرحله خوبی آماده شوی برای اشتراک کردن در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 خواهد بود. انتظار می رود که مرحله انتخابی
جام شد 2026 از 9 تا 17 اکتبر برگزار خواهد شد. از 9 تا 17 اکتبر سال جاری و این علاقه مرحله مدشوی به همون دور انتخابی است. جوالین شده بازیگر کشور ازبکستان به تو میرسد. همه این در نزدیک جریمه‌گاه بازیگران ازبک رخ میدهد. پس به مرکز میدان توپ را طرف ملاحت دادومت و گرفت ولی بعدا از دست داد. اینجا افساید نبود چون بازیگر نزدیکتر به دروازه‌بان قرار داشت. ارسال به داخل جریمه‌گاه رسانیده می شود و دروازه‌بان ما این وضعیت را اداره کرد. ضربه فرهان آزخولدور و با وقت اشاره میکردن که به کدام طرف باید ضربه خود را اجرا کنند، به طرف راست یا به طرف چپ. ضربه از مسافت دور به طرف دروازه ما روان کرده می شود. امروز در بازی یکم بین منتخب ایران و قرقیزستان بازیگر کشور ایران محض از چنین موقع گل زد، یعنی از مرکز میدان ضربه زد و با سبب اشتباه دخلی بازیگر کشور قرقیزستان خصوص دروازه‌بان این تیم اونجا توپ به دروازه وارد شد. اونجا یک ضربه بود که دروازه‌بان سر اول توپ را در دستان خود قپید و بعدا سر داد. توپ وارد دروازه شد. کمتر از 15 دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی قسم اول.
در مرکز میدان مبارزه نوبتی. پس به خط هجوم اینجا نخود آفساید نباشد. آفساید نبوده است. حمله ادامه دارد. یک بازیگر ما فریب داده می شود و نفر دوم کوشش خوب کرد برای برگرداندن توپ. کوشش میکنند بازیگران ازبک برای ضربه زنی و تا آن همین کوشش از ضربه زده می شود 9 دقیقه. با کمک دکتران نیاز دارد بازیگری ما و دکتری دسته ما هم در به میدان می آید. متوجه می‌گردیم که در کدام فرصت بازیگر ما سه برداشت در حالتی که رایانه شمرود و مبارزه برد برای برگرداندن توپ. مبارزه او با نرگیزه محمدعلی و با چنین اوسبی آورد. شهزاده جورایف از میدان بیرون میشود با کمک خواهند رساند و بعدا باز میتواند او برگردد به عرصه رقابت. حمله بازیگران ما امینا حسینова پاسیو در خط دفاع بازیگران ما برای برطرف کردن این وضعیت کوشش کرده ایستادند. پس به خط حمله
اینجا سنوبر شویموف حمله بازیکن ما را برطرف کرد و یک پاس دیگری شاهزاده جورایف به خط حمله این توپ هم نمیگذارد. حالا جوابی بازیکن ازبک این را هم برطرف کردن توانستیم. پس به مرکز میتوانیم کوشش خوبی به هجوم گذاشتن داشته باشیم. مبارزه ریحانه شمرودووا پاسیو به کنار خوب البته اندیشه کرد، خوب فکر کرد ولی در جایش کمی خطا بود. خود باز اینجا ویران کرده شد و اون تبریک نامد. وضعیت استانداردی فرهانوز خولدور و ضربه میزند به طرف دروازه و هم کسبیو هم سینو سولیو از ازبکستان ماریا خلخولوف. حالا جوابی بازیکن شهر ازبکستان اینجا اولین شده به توپ بازیگر مو میرسد. خیلی خوب میبینیم که در سرعت شاهزاده اوچیلدی و بازی مو خود را خوب نشان میدهد، یعنی در خط دفاع با استفاده از سرعت بلند خود نوبت به نوبت شاهزاده وضعیت‌های خوفناک را برطرف کرده میتواند. ارسال نوبتی به داخل جریمه گاه پس رسانیده شد، افساید نیست. ضربه و دروازه‌بان ما اینجا خوب بازی کرد، خیلی خوب. فرهانوز خولدور و در موقع درست قرار گرفت. تا به داخل جریمه گاه متوجه می‌گردیم که در کدام حالت قاعده بازی ویران کرده شد و مشاهده می‌کنیم که اینجا بر ضد کامیلا خوشاتووا بازیگر ما خورشید خونجورای و بازی کرد و اندکی برایش درد هم آورد. فرهانوز خولدورова از نزد دروازه توپ را به بازی خواهد آورد. پس به مرکز
توسط کنار امکانیت با پرسینگ گذاشتن است، اما اینجا توپ از میدان بیرون می رود. алай навбате ва бинед ки чӣ гуна талош кард Моҳин Акбарова, вале бозигари мо ягон камои инҷо надошт ва тавонист дар бартараф кардани ин вазъият маҳорати хуб нишон медиҳад дар дохили ҷаримагоҳ. аут инҷо Самабар Шоимова завд тӯбро ба нафари ба худ наздик пас дод. нафаре аз нигоҳи фосила ва масоҳат албатта ба худ наздик. инҷо гап сари муносибат намеравад. зарбаи кунҷӣ меҳрангез Ҳамидова аз кунҷи майдон тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ хоҳад пардохт. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. инҷо бозигарони мо тавонистанд вазъияти мазкурро бартараф созанд, аммо то охир на. як зарбаи дигар ва инҷо ҳам Фарҳноз Холдор ва бе ягон мушкилӣ ин ҳолатро бартараф мекунад. ҳалаи навбатӣ 2 дақиқа зам карда мешавад ба вақти асосии қисми аввал. ҳалаи навбатӣ бозигарони ӯзбек ва боз ҳамин вазъиятро бартараф карда тавонистем, аммо ишора мешавад ки қоидаи бозӣ вайрон шудааст. вазъияти стандарти Меҳрангез Ҳамидова аз ин навхез зарба хоҳад зад. нав пас медиҳад, имкони зарбазани акнун пайдо мешавад. зарба ба тарафи дарвозаи мо хеле қавӣ буд, хеле хавфнок. дарвозабони мо дигар ишора карда наметавонист. ҳамин қадар аз дасташ омад, ҳамин қадаре ки аз дасташ омаду кард. аммо бозигарони ӯзбек дар ниҳояти кор дар охири қисми аввал ба задани гол шарафёб мегарданд ва тавре нишон медиҳанд ба мо Ёдгорхон Юсупова тӯбро ба дарвоза ворид кардааст. сараввал инҷо иҷоза дода шуд ба Мубина Бахтиёрова. ӯ бисёр зарбаи хавфнок зад ва ҳамин зарбаатно метавонист бо гол анҷом ёбад, чун калакай аз дарвозабони мо гузашт ва баъдан ба тири дарвоза расид ва пасон бо сар зарба зад Ёдгорхон Юсупова ва тӯбро ба дарвозаи дастаи мо ворид намуд. хуб, аз ин садоштаги дувар метавон пай бурд ки қисми аввали рақобат ба анҷом мерасад. дар охири нима якум мо гол сар додем ва ҳисоби рақобат айни замон 1-0 аст. нимаи дувмро интизор мешавем. бо мо бошед.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتبال برمیگردیم به قسم دوم رقابت منتخب‌های دخترانه تو 17 ساله تاجیکستان و ازبکستان از دوره مسابقه کاف یو 17 وومنز چمپیونشیپ 2025. حساب رقابت بعد از تمام شدن نیمه اول 1-0 به نفع بازیگران کشوری ازبکستان می باشد. بازیگران ما در نیمه اول بازی خوب و در بعضی حالت‌ها حتی برابر را با منتخب ازبکستان نشان دادند. چند فرصت را به وجود آوردند، توپ را اداره می‌کردند، پرسینگ می‌کردند، موقع درست را اشغال می‌نمودند، ضربه ها هم دیده می‌شدند به طرف دروازه. خلاص برتری بسیار هم کلان بازیگران ازبک به نظر نرسید، ولی اون یک فرصتی که در آخر رقابت به وجود آمد، سر اول توپ به تیر دروازه رسید و پس آن بازیگران ازبک صحیح‌ترش یادگارخان یوسپوف و توپ را با سر وارد دروازه کرد. حساب رقابت 1-0 گردید. این آخری رقابت بود. 2 دقیقه زم کرده شدن که در همون دقیقه دوم زم گردیده گل را به ثمر رساند یادگارخان یوسپوف و حساب رقابت همین طریق 1-0 شد و با همین حساب اکنون دسته ها قسم دوم رقابت را آغاز میکنند. و در نیمه دوم البته بازیگران ما کوشش میکنند تا سر اول برای برابر کردن حساب رقابت تلاش ورزند و بعدا شاید امکانیت ها برای غلبه هم پیدا شود، ولی برای این لازم است تا در خط دفاع بازی بهتر شود و امکانیت ها برای بازیگران کشور ازبکستان داده نشود. در قسم دوم رقابت شما رو با هیئت دسته ها شناس میکنیم. در هیئت منتخب ازبکستان که میزبان در بازی امروزه میزبان رسمی به حساب میروند چنین میباشد: ماریا خلقولووا رقم 1 دروازه‌بان این دسته، رقم 7 کاپیتان مهرانگیز حمیدووا، تحت رقم 2 صنوبر شویمووا بازی میکند، رقم 4 مبینا بختیارова، تحت رقم 5 در میدان ماریا دخونووا است، دخترش ماریا دخووا است، تحت رقم 6 کامیلا خوشاتووا، رقم 9 یادگارخان یوسپووا، رقم 10 نرگیزا مامتالیوا، تحت رقم 15 چاروس یولداشوا هنرنمایی دارد، رقم 17 موهینا اکبارова، رقم 20 شهریزاده خیرولویوا و است مربی دسته مذکور ویکتوریا سیروتا به حساب می‌رود. هیئت منتخب دخترانه 17 ساله تاجیکستان چنین است: دروازه‌بان و کاپیتان فرهناز خالدورova او در نیمه اول چند سیو واقعا هم خوب و لازمی را انجام داد. رقم 3 ریحانه شامورودova، رقم 8 امینا حسینووا، رقم 10 شاهزاده جورایوا، تحت رقم 11 نازیه عبدالغفورova هنرنمایی میکند، رقم 12 ملاحت دادوماتووا، رقم 13 نازیه اوزاقووا، تحت رقم 14 مهرنگار میرزایوا در میدان است، رقم 15 شاهزاده اوچیلدیوا، تحت رقم 17 خورشید خونجورایوا بازی میکند و رقم 19 کامیلا رسولووا. سرمربی دسته فرهادجان خولبکوف است و در استودیو باز چند نفر دیگر کار میکنند که الکی در قسم اول رقابت آنها را به شما معرفی کردیم. داوران رقابت امروزه این بازی را داور از کشور قرقیزستان حکمی میکند. ملکه کادیارova با او گالیخرا مرزالی و از یک کنار و از کنار دیگر ریحان شیرازی کمک میرسانند. داور احتیاطی باشد از کشور ایران فاطمه ناصری است.
پس با کنار میتوان به حمله نوبتی بازیکن شهر ازبکستان متوجه گردید که از مرکز میدان آغاز می شود و توسط مرکز ادامه خواهد کرد. باز هم اینجا فاول بود شاهزاده اوچیلدی و در برطرف کردن این وضعیت پرتاب نوبتی به داخل جریمه‌گاه. یک وضعیت دیگری بود که به برای جمع بحث شد. پس به مرکز حمله نوبتی توسط کنار راست ادامه خواهد کرد. اینجا در کنار کوشش داشت کمیلا رسولووا و اکنون توسط کنار چپ حمله بازیکن شهر ازبکستان را متوجه می‌گردیم. چند نفر را فریب می‌دهد فوتبالبازی ازبک. این چارلز یولداشوا بود و بعدا دو بازیگر آسیب می‌بردارند و با کمک دختران هم نیاز دارند. از دسته ما این شاهزاده اوچیلدی است. متوجه می‌گردیم به این وضعیت با بدن خود بدن پخش هم کرد چارلز یولداشوا و شاهزاده را. از این لحاظ برایش این فرصت این حالت دردناک شد. فوتبال این البته در بعضی از حالات محاربه تن به تن هم است. در مبارزه های یک به یک همیشه چنین فرصت ها رخ میدن و احتمال رخ دادن از این فرصت های خوفناکتر هم وجود دارد در فوتبال. از این لحاظ هر کسی که علاخصوص بانوان به این نوع ورزش قدم می نهند باید همه این چیزها رو به نظر بگیرند. بازی دور یکم در این مسابقه با اشتراک منتخب‌های ایران، ازبکستان بودند و تاجیکستان با قرقیزستان بازی داشت. در هر دو رقابت یک گل به قای گرفته شد، هم در بازی ایران ازبکستان و هم در بازی تاجیکستان قرقیزستان. دسته غالب با حساب 1-0 پیروزی را به دست آورد و بعداً بازی دور دوم امروز سپری جریان دارند. یک بازی الکی به انجام رسید رقابت دسته قرقیزستان و ایران. خود رسا میکنم که در اون دیدار فوتبالبازان کشور ایران با حساب 2-0 پیروزی خود را به دست آورند. در همین ورزشگاه یعنی در ورزشگاه مرکز جمهوری آن بازی سپری شد. سر اول در قسم اول بازیگر کشور ایران از مرکز میدان ضربه زد و طرف دروازه که ضربه اجرا کرده او را دروازه‌بان منتخب قرقیزستان با دست خود گرفت، ولی بعدا با سر داد و توپ به دروازه وارد شد.
بعداً در نیمه دوم باشد یک حالت رخ داد که هیچ کس انتظارش نبود. دروازه‌بان منتخب قرقیزستان در نزد دروازه خود کوشش کرد تا رقیب را فریب بدهد و چنان شد که او خود را فریب داد، یعنی توپ را به این طرف کرد، به اون طرف کرد، تکنیک بد نشان داد و توپ به نزد بازیگر ایران آمد که به یگان مشکلی و به یگان خطایی توپ را به دروازه خولی وارد ساخت. حساب 2-0 به نفع ایران شد و با همین حساب بازی دسته ها جنببست کرد. منتخب ازبکستان و تاجیکستان بازیشان زمان جریان دارد که در آخر قسم اول یادگارخان یوسفوف بازیگر رقم 9 منتخب ازبکستان گل را بعد رساند، یگانه گل تا همین دقیقه. ضربه مریا دخوه به مرکز. از اوت توپ را نوزی اوزوخوه به نزدیکی جریمه‌گاه پرتافت. پس به عقیب ضربه اینجا رسانیده می شود. یک هجوم خوب باید تشکیل کرده شود، ولی این اکنون حمله بازیگران کشور ازبکستان است. حمله 2-3 می باشد. پس به نزدیکی خط هجوم، ولی در این قسمت میدان بازیگران ما فعالتر بودند و این وضعیت را برطرف کردن توانستند. حمله نوبتی بازیگران ازبک مریا دخوه، پاسیو به کنار سال به نزدیکی جریمه‌گاه رسانیده می شود. این حالت خوفناک است، هرچی زودتر برطرف کردنش لازم. دخوه ضربه یو و این ضربه مریا بسیار هم بلند می رود و بسیار هم دقیق.
تغییرات در حیات منتخب زنان ازبکستان. از میدان رقم 15 چارلز یولداش و گرفته می شود. رقم 16 به جای به میدان می آید این گلسنن حسنوف است و همچنین از میدان رقم 20 شهریزاده خیرالله و بیرون می شود و جای بازیگر تحت رقم 18 سرویناز خان عبدالعزیزاده به میدان می آید و سرویناز خان عبدالعزیز و می تواند بسیارتر در قسمت مرکزی میدان هنرنمایی را پیش برد. وضعیت استانداردی مهرانگیز حمیدوف در نزد توپ دوباره به داخل جریمه گام میپرتاید و این وضعیت را برطرف کردن توانستیم ولی هجوم ادامه خواهد کرد. یک ضربه به طرف دروازه ما که فرانوس خولدور و دروازه‌بان ما این وضعیت را برطرف میکند. شده خونجورایوه توسط کنار پاسیو با کمیلا رسولووا کوشش کرد تا سرعت را بلند کند ولی اونجا اولین شده مبینا بختیار به توپ رسید. نگار میرزایوه زاو توپ را پرتافت. هجوم نوبتی مهرانگیز حمیدوف توسط مرکز پاس را گذارم و یک باره 4-5 نفر بازیگر ما را با این پاس برید. یک نفر در خط هجوم قرار دارد و البته با یک نفر در حمله کار رو پیش بردن تا اندازه مشکل تر هست. فکر دارم اونجا مهیناز نورova بود. وضعیت خوب استانداردی ارسال به داخل جریمه گو امکانیت خوب و اگر تو بهتر ضربه زده میشد به طرف دروازه یک حالت خیلی خوفناک بود، حالت گلزنی بود.
پس باقیب از خط دفاع به عمل نوبتی میگذارن بازیکن ما خورشید خونجورای و اینجا توپ رو میگیرن فوتبالبازان ازبک مهرانگیز حمیدووا خود بازی ویران میشود. تغییرات در هیئت منتخب ما به میدان بازیکن رقم 5 اولوفتما کبیرزاده می آید. تا به خط هجوم امکانیت پیدا می شود برای بازیکن ما ولی اولین شده ماریا خلقولووا به تو می رسد. توجه نوبتی به این حمله در خط دفاع بازیکنان ما خوب نمایی کردند. از جمله اینجا ما مشاهده میکنیم که چگونه تلاش کرد ملاحت دادوماتووا. پرسینگ میکنن بازیکنان ما در مرکز میدان، در خصوص این چیز احساس می شود. تلاش فوتبالبازان ما در همین منطقه میدان ما را گرفتن توپ بیشتر به نظر رسید. در قسم دوم اشتباه ها باز زیادتر به نظر می رسند. و این البته در جای هر دو دسته، یعنی هم بازیکنان ما و هم بازیکنان ازبک به خطا راه میدهند. این از حالت فیزیکی بازیکنان هم میگوید که الکی بازیکنان کمی خسته هم شدند. یک ضربه به طرف دروازه ما بسیار حالت خوفناک، یک ضربه دیگر و توپ اینجا از پهلو دروازه میدان بیرون میرود. دروازه‌بان ما فرانوس خالدور و باز یک سیو دیگری خوب میکند. یعنی الکی بازیکنان خسته شدند با در نظر داشت حالت فیزیکی و سرعت خودی آنها. معلوم است که بازیکنان خسته میشوند و از دقیقه 60 اون طرف آغاز کرده اشتباه زیادتر و زیادتر شدن میگیرند. این البته یک چیز طبیعی برای فوتبال است، نه تنها در فوتبال زنانه، در فوتبال مردانه هم هنگامی که سرعت خیلی بالا است، شدیدیت بسیار است، اشتباه کمتر به نظر میرسند. اونجا هم البته آغاز کرده از این دقیقه ها الکی بود در نظر داشته حالت فیزیکی و خستگی و بیماری بازیگران اشتباه سر زدن میگیرند.
توسط کنار حمله نوبتی جریان میگیرد. اینجا کوشش کرد امینا حسینова ولی وضعیت مذکور برطرف می شود. اوت خواهد بود. وضعیت خوب استانداردی به نفع بازیگران ما، یعنی ضربه کنجی ارسال به داخل جریمه گامونه حسینova تو را پرتافت و کوشش ضربه زنی هم بود ولی به تو بازیگران ما نرسیدند. امینا حسینova در نزد توپ و از این موقع میتونه کوشش ضربه زنی به طرف دروازه هم کرد ولی مشکل خواهد بود. ارسال و دروازه دوباره اشاره میکند که تنها بر اساس شکیمان باید تو وارد بازی شود. تو برو میماند امینا حسینova با همدسته خود پرتاب به داخل جریمه کو و این تا به ضربه هم تبدیل یافت. از کنار چون این کوشش رو داشت شهزاده و چیلدیه و تغییرات‌های نوبتی در هیئت منتخب ازبکستان به میدان رابیه خان ولی خان و به جای مؤلف گل یادگار خان یوسفova اومد. این یک تغییرات و بازیگر رقم 19 دلنورا امانبایوا وارد میدان می شود به جای کمیلا خوشاتova.
Substitution for Uzbekistan. Player number 6, Kamila Pushatova, replaced by player number 19, Dilma Amabai, and player number 9, Yongerhon Yusupova, replaced by player number 8, Robiahon Slantanova. پس به خط حمله میتوان از این موقع کوشش به حمله گذاشتن کرد، ولی در پاس دادن مهیناز نورова کمی خطا میکند. بازم در مرکز میدان برای گرفتن توپ مبارزه خیلی خوب جریان داشت و بعدا توپ رو هم گرفت مهرنگار میرزاییوا و بعدا اشاره نشود که قاعده بازی ویران شده است. وضعیت خوب استاندارده. فرانوز خلدارova ارسالی و بعد داخل جریمه گار رسانیده می شود. حتی کوشش ضربه زنی به طرف دروازه بود از جانب مهرنگار میرزاییوا. کمتر از 10 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده است. در حالی که دکتران کمک رسانیده ایستادند، این یک فرصت خوبی برای دم گرفتن و نفس راست کردن است و همچنین می توانند توصیه های نوبتی هم بگیرند بازیگران ما.
پس به خط حمله تو بیجا با کنار رسانیده شد سر بال. وضعیت خیلی خوبی گلزنی و اینجا دوار چه اشاره میکند؟ دوار اشاره میکند که خود بازی را فوتبال بازی ما ویران کرد. ریحانه شامرودова. تغییرات نوبتی در هیئت منتخب ازبکستان. مهرانگیز حمیدووا کاپیتان دست از میدان گرفته می شود و جای نازیمه نظرova به میدان می آید. پرتاب کنار. توسط مرکز کوشش خوبی ریحانه شامرودova. وضعیت برطرف می شود. دلنورا امانبایوا او در نزد توپ. مبارزه خوبی بازیگران ما از جمله خورشید خانجور ریوا، ولی بعدا توپ از دست رفت. یک کم نافهمی بین بازیگر ما مهرنگار میرزای و با معینه اکبر و ازبکستان شد، ولی دوباره خیلی زود هر دوی این بازیگران را آرام کرد. ضربه به طرف دروازه.
تغییرات نوبتی در میدان از جا امینه حسینова از میدان گرفته می شود و جای بازیکن رقم 2 الیسا حسینова وارد میدان می شود. با او خوب با در نظر داشته وقتی زم گردیده 5 دقیقه داده می شود. کمک می‌رسانند به بازیگر ما و به کمک دختران نیاز دارد. توجه میکنید که در کدام حالت اوسه برداشت این روزا توجیبویو است. حمله نوبتی بازیکنان ازبک. اینجا ضربه به طرف دروازه توانستیم این وضعیت را برطرف سازیم. ما در یاد داریم که در آخر قسم اول چه حالت رخ داد، تنها در همان حالت یعنی در آخر ما گل سر دادیم. پرتاب به داخل جریمه گاه. چهار دقیقه زم کرده می شود به وقت اساسی قسم دویمی دیدار. حساب رقابت 1-0. خود رسانه کنم که این بازی دختران تا 17 ساله کشورهای ازبکستان و تاجیکستان از دور دوم مسابقه کاف U17 وومنز چمپیونشیپ است. ارسال به داخل جریمه گاه و دروازه به آن توپ را میگیرد. ارسال به داخل جریمه گاه. پرتاب نوبتی رسانیده می شود. Oynak var va.
فرصت خوب میتواند پیدا شود در نزد توپ. شهزاده آچیلدی و قرار داد ارسالی به داخل جریمه گل و اینجا باید هرچی زودتر ضربه زده میشد. کوشش نوبتی پرتاب به داخل جریمه گل، وضعیت خوب و نتوانست لیسا خوسانووا توپ را قبول کند و حمله را ادامه دهد چون وضعیت خیلی و خیلی خوب گلزنی بود. اینجا برعکس قسم اول ما میتونستیم در نیمه دوم در آخر آن گل زنیم. خب همینطور دوستان ارجمند بازی منتخب زنانه تو عبدالصالح تاجیکستان و ازبکستان به انجام رسید. ایسا خود یک برسید به نفع منتخب ازبکستان، یگانه گل در آخر نیمه یکم زده شد. بازی نوبتی ما روز 8 مارس بر مقابل منتخب دخترانه تو عبدالصالح ایران خواهد بود و ازبکستان بر مقابل قرقیزستان بازی خواهد کرد. در اینجا با شما خیر خوش میکنیم. خیر تنسیت و خانه باد باشید. мадина мизи ошхона, плита ва айфони худро дар сомон тиҷей ба маблағи 6,5 сомон мефурӯшед. шумо ҳам фурӯшед. барномаи мобилиро насб карда эълонро ҷойгир намоед. сомон тиҷей. барномаи мобилиро насб карда эълонро ҷойгир намоед. сомон тиҷей.